داداش چجوری میتونم زن بگیرم؟ باید تو سامانه ثبت نام کنی دیگه. سامانه؟ کدوم سامانه؟ مگه سامانه داره؟ کسخل باید کار کنی پول در بیاری تا بتونی زن بگیری. سامانه را دی چی گفتم؟ خب چجوری میتونیم پول دار بشیم؟ چه کاری انجام بدیم که پول دار بشیم؟ تو چه کاری بریم؟ هیچ راهی برای پول دار شدن تو ایران نیست. فهمیدی؟ یعنی هیچ کاری نیست که انجام بدیم پول داشتیم زن بگیریم؟ فقط میتونی یه زن پولدار بگیری که اونم به من و تو نمیدن. اصلا کدوم زن احمقی میاد زن یه آدم فقیر بشه؟ این همش تو قصه هست. پولم که نمیتونی در بیاری داداشم. تو ایران پولدار شدن یه آرزوه. فهمیدی؟ پس چه گوی بخوریم؟ همون گویی که من خوردم. بیا با هم میخوریم. بچه ها از این به بعد هر کی میخواد گو بخوره بیاد تو پیج ما با هم دیگه راه گو خوردن رو بهش یاد بدم. ما رو دنبال کنید.